بفرمایید به یک اعلان فوتی. الحاج چاقندرخان پدر، الحاج تنده دگرمن کلوخان و شلغم خان برادران، معلم صاحب مولی دیروار زردک و بادرنگ برادرزاده ها، دکتر صاحب فالک، انجینر صاحب گلپی و بامیه کاکاها، مولی سرخک، کرمخان، کدوخان، گندنه و مورچ پسران کاکا، صفی نشپیاز، ترتیزک، نارنج و لیمو دامادان، سید محمد، ناک محمد، آلو جان، زردالو، شفتالو خواهرزاده ها، حاجی بادام، حاجی پسته، حاجی ممپلی، حاجی توت، حاجی اشتق و حاجی سنجت ماماها، پولی جواری، پاپور، تنخک، شورناخود، چودکنک مشهور به کشمش و نقل پسران ماما، الحاج پیاز محمد، جنرال کچالو خان، خورزابط، بادنجان رومی، سرمعلم خربوزه، مدیر تربوز، حاجی تره، حاجی کیله، استاد مالته، انار محمد، انگور محمد، نارنج گل و تمام اهالی منډی سبزی اقارب. نسبت وفات بادنجان سیاه که جنازه امروز ساعت 11 بجه از منزل چاقندرخان برداشته و در ساعت 12 در حضره ابایشان در شکم دوستان به خاک سپرده می شود. فاتحه مردانه در مهمانخانه و فاتحه زنانه در آشپزخانه برای 1 ساعت گرفته می شود. دوستان اشتیا داشته باشند.